کره کشوریه که قدمتش به بیش از 5000 سال میرسه. امروزه کمتر کسی رو میتونید پیدا کنید که اسم سامسونگ، LG، هایوندای یا کیا به گوشش نخورده باشه. حداقل در ایران کمتر کسی رو میتونید پیدا کنید که فیلم های یانگوم، جومونگ، امپراتور دریا یا اسکوید گیم رو ندیده باشه. گروه های موسیقی کره‌ای انقدر در دنیا شهرت پیدا کردن که در یوتیوب رکوردها رو جابجا میکنن و بازدیدهای میلیاردی میگیرن. تمامی اینا نشون میده که کره یکی از تاثیرگذارترین کشورهای جهانه و صد البته که اقتصاد این کشور هم 11ام دنیاست. اگر به 70 سال قبل برگردیم و از مردم دنیا بپرسید که کره کجای دنیا قرار داره، خیلی از مردم جهان حتی اسم این کشور هم نشنیدن. چرا که وقتی به تاریخ کره نگاه میکنیم میبینیم حداقل در 500 سال گذشته پیوسته توسط چین یا ژاپن به اشغال در اومده و تازه بعد از جنگ جهانی و شکست ژاپن بود که مردم کره تونستن یه نفسی بکشن. که البته خبر بد هم این بود که این کشور به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شد. حالا اگر بخوایم بریم سراغ تاریخ کره، باید ابتدا برگردیم به 1590 میلادی، جایی که ژاپنیا قصد داشتن که به چینیا حمله نظامی انجام بدن. برای اینکه این حمله به راحتی صورت بگیره باید ابتدا کره به اشغال در می اومد. ژاپنیا حمله کردن، کره رو گرفتن، اما بعد از 30 سال مجبور شدن که از کره عقب نشینی کنن و بعد از اون هم این کشور به تصرف چینی‌ها در اومد تا سال 1910 میلادی. در 1910 میلادی دوباره ژاپنی‌ها موفق شدن که این کشور رو به اشغال خودشون در بیارن و البته فراموش نکنیم که ژاپنی‌ها روسا هم شکست دادن و یک قسمت از خاک روسیه هم به اشغال ژاپن در اومد. یکی از دلایلی که شما میبینید مردم کره شمالی و جنوبی هر دو نسبت به ژاپنیا یک نفرتی دارن به خاطر زمانی بود که این کشور از 1910 تا پایان جنگ جهانی دوم در اشغال ژاپن بود. وقتی که نگاه میکنیم به تاریخ این چند سالی که این کشور به اشغال ژاپن در اومد، میبینیم که ژاپنیا کارهایی انجام دادن که باعث شد مردم کره نفرت پیدا کنن نسبت بهشون. برای مثال ژاپنیا کره‌ای‌ها رو مجبور میکردن که به زبان ژاپنی صحبت کنن، به زبان ژاپنی بنویسن و فرهنگ خودشون رو تحمیل میکردن به مردم کره. اون زمان که کره شمالی و جنوبی نبود، یک کشوری بود به اسم کره که البته یک بخشی از خاک ژاپن به حساب میومد. همین ماجرا رفت جلو تا جایی که جنگ جهانی رخ داد. در جنگ جهانی ژاپنی‌ها یک کار کثیف انجام دادن و بین 100,000 تا 200,000 نفر از مردم کره رو انتخاب کردن از دختران و زنان کره‌ای و به عنوان روسبی یا فاحشه در ارتش ژاپن ازشون بیگاری کشیدن و سوء استفاده جنسی کردن. به همین خاطر هست که امروزه چه مردم کره شمالی چه مردم کره جنوبی خیلی از ژاپنیا خوششون نمیاد. اما ببینیم که چی میشه که این کشور آزاد میشه و بعد از اون هم چی میشه که کره جنوبی تبدیل میشه به 11مین اقتصاد بزرگ دنیا، اما کره شمالی یک کشوریه که یکی از عقب افتاده ترین کشورهای جهانه. وقتی به تاریخ نگاه میکنیم ابتدا باید برگردیم به جنگ جهانی اول و دوم. در جنگ جهانی اول آمریکا اعلام بی‌طرفی میکنه و میگه که من اصلا قصد ورود به جنگ ندارم، اما در یک سال آخر متوجه میشه که هم اون آلمانیا توسط زیردریاییاشون کشتی‌های غیر نظامی آمریکا رو مورد هدف قرار میدادن و همین که یک تلگرافی به دست آمریکایی‌ها میرسه توسط انگلیسی‌ها که آلمانیا قصد داشتن کمک کنن به مکزیک تا حمله نظامی انجام بده بر علیه آمریکا. و در گذشته که آمریکا و مکزیک با هم دیگه جنگ کرده بودن، یک بخشی از خاک مکزیک توسط آمریکا تصرف شد. بهشون گفتن که ما کمکتون میکنیم کالیفرنیا رو پس بگیرید. خب این اتفاقاتی که افتاد باعث شد که آمریکا وارد جنگ جهانی اول بشه و بعد از اینکه در حقیقت آلمانیا شکست خوردن این جنگ به پایان رسید تا چندین و چند سال بعدش.
دوباره در جنگ جهانی دوم دیدیم که آلمان شروع کننده جنگ بود، هیتلر تقریبا تمامی اروپا رو گرفته بود و از طرفی هم آمریکا باز هم اعلام بی‌طرفی کرد، گفت که من به هیچ عنوان وارد جنگ نمیشم. اما بعد از این که دید هم آلمانیا دارن دوباره کشتی‌های غیر نظامی آمریکا رو مورد هدف قرار میدن و هم ژاپنیا حمله کردن مستقیم به خاک آمریکا و بیش از 2400 آمریکایی رو به کام مرگ فرستادن، تصمیم گرفت که اعلان جنگ کنه به ژاپن و آلمان و یک جوری میتونم بگم آمریکا جزو اون کشورهایی بود که پاشو کشوندن به جنگ جهانی. خب در این جنگ ما شاهد این بودیم که دو تا ژنرال نظامی خیلی تاثیرگذار بودن. یکی مک آرتور بود که هدفش جنگیدن با ژاپنیا بود و یک نفر دیگه هم ژنرال آیزنهاور بود که فرماندهی نیروهای متفقین یعنی آمریکا و انگلستان و فرانسه و نمیشه گفت شوروی، ولی این سه تا کشور رو در اروپا بر عهده داشت. حالا وقتی که نگاه دقیق تری میندازیم به جنگ جهانی، میبینیم که آلمانیا دارن شکست میخورن، تقریبا شکست آلمان حتمی شده. سه رهبر بزرگ جهان که استالین بوده یکیشون از شوروی، چرچیل بوده از انگلستان و روزولت دور همدیگه جمع میشن، چندین و چند جلسه میذارن. قرار بر این میشه که این سه رهبر اجازه بدن بعد از پایان جنگ مردم همون کشورهایی که به اشغال در اومدن مثل لهستان حکومت خودشون رو تعیین کنن و یک آزادی عمل داشته باشن. خب این سه تا رهبر وقتی کنار هم دیگه میشینن، روزولت نسبت به چرچیل و استالین فرد ساده لوح‌تری بوده. البته نه اینکه اونا ساده لوح بودن، چرچیل هدفش این بوده که اون کشورها سمت کمونیسم نرن، چون بعد از پایان جنگ شوروی یکی از خطرناکترین کشورها و دشمن آمریکا و انگلستان از نظر تفکر میشده. خب استالین شروع میکنه به قولا قرار دادن، بله نگران نباشید بعد از جنگ منم کشورها رو آزاد میکنم، اجازه میدم حکومتشون رو خودشون انتخاب کنن. و روزولت گول استالین رو میخوره، فکر میکنه که در گفته های استالین یک صداقتی وجود داره، اما هیچ خبری از صداقت نبود. بعد از اینکه جنگ داشته تموم میشده، تقریبا در روزهای آخر استالین اعلام میکنه، میگه که هر کشوری تا هر جایی که ارتشش اومده جلو باید ارتشش رو در همونجا نگه داره و حق داره که کشورهایی که تصرف کرده حکومتش رو خودش انتخاب کنه. میزنه زیر میز و قرارمدارا یک جورایی کنسل میشه. اما روزولت میگه که اگر یه مقدار با نرمش بیشتری با استالین برخورد بشه، احتمالاً این استالین هم یه مقدار نرم میشه و ما درگیر یک جنگ مجدد با کمونیستان نمیشیم. بهش میگه که یعنی روزولت به استالین میگه اگر به ما کمک کنی که ژاپن رو شکست بدیم، من بهت قول میدم که یک قسمت هایی که قبلا در 1910 ژاپن از روسیه جدا کرده دوباره بهت برگردونیم و از طرف دیگه هم میتونیم دنیا رو به یک آرامشی برسونیم. آمریکایی‌ها وقتی میبینن که زورشون به راحتی به ژاپنیا نمیرسه، چون ژاپنیا به شدت داشتن مقاومت میکردن، تصمیم میگیرن که از بمب اتم استفاده کنن. البته اون زمانی که آمریکا از بمب اتم استفاده میکنه، رئیس جمهور آمریکا روزولت نبوده، ترومن بوده. و یادتون باشه ترومن یک شخصیتی داره که فکر میکنم تنها رئیس جمهور آمریکا که اصلا تحصیلات دانشگاهی یا بهتر بگم تحصیلات آکادمیک نداره. فکر کنید که ترومن شده رئیس جمهور و اوپنهایمر هم که شاید فیلمش رو دیده باشید، اگر ندیدید حتما ببینید. میگه که بمب اتم ما داریم، بر علیه ژاپن استفاده میکنن. وقتی بمب اتم اول آمریکا در ژاپن فرود میاد، 80,000 نفر از مردم ژاپن میمیرن. اما ژاپنیا تسلیم که نمیشن، هیچ پلن بی داشتن که تمامی مردم این کشور رو مجهز کنن به اسلحه و تا کام مرگ مبارزه کنن. ببینید چقدر ژاپنیا سرسخت بودن. اما بعد از اینکه بمب اتم دوم در ژاپن فرود میاد و 40,000 نفر دیگه هم میمیرن، ژاپنیا تصمیم میگیرن که بی قید و شرط تسلیم بشن. حالا اون شخصی که داشته ژاپنیا رو شکست میداده یک نفر هست به اسم ژنرال مک آرتور
که ایشون در قرن 20 نقش بسیار بسیار مهمی رو بازی میکنه و ژاپنیای امروز مدیون اون ژنرال مکارتور هستن. ببینیم که چی داره میشه. از شمال وقتی که ژاپن داره عقب نشینی میکنه، بعد از بمب اتم دوم نیروهای شوروی وارد کره میشن و نیروهای آمریکایی هم از جنوب وارد کره میشن. کره توسط ژاپن در گذشته به اشغال در اومده بوده و حالا دیگه داشته توسط شوروی و آمریکا یک جورایی میشه گفت آزاد میشه. در شمال و جنوب یک اتفاق مهمی که میفته این بوده که برای جلوگیری از درگیری بین نیروهای شوروی و آمریکا دو فرمانده نظامی میشینن، یک جلسه نیم ساعته میذارن، میگن که ما باید حد و حریم خودمون رو مشخص کنیم، بگیم که شما تا کجا میای جلو، ما تا کجا میایم جلو و یک جایی رو انتخاب میکنن. اون هم مدار 38 درجه بوده. میگن آمریکایی‌ها میگن ما از جنوب اومدیم، مدار 38 درجه تا اینجا حضور داریم. بالای مدار 38 درجه شوروی حضور داشته. در همین زمان میبینیم که دیگه ژاپن تسلیم شده و طبق قول و قراری که آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و نیروهای شوروی یعنی روزولت و چرچیل و استالین داده بودن، باید یک انتخابات آزاد در کره برگزار میشد. آمریکایی‌ها گفتن که ما حاضریم طبق همون قوانین سازمان ملل، چون میدونید بعد از جنگ جهانی سازمان ملل به وجود اومد، ما حاضریم که یک انتخاباتی برگزار کنیم تا کره یک پارچه بمونه و استقلال خودش رو مجددا پیدا کنه. طبق معمول آمریکایی‌ها خوشقول در اومدن و انتخابات برگزار کردن تحت نظارت سازمان ملل. یک نفر در کره جنوبی تبدیل شد به میشه گفت رئیس جمهورشون و از طرف دیگه در بالای مدار 38 درجه استالین گفت که هیچ انتخاباتی در کار نیست و کسی رو به قدرت رسوند که امروز ما به اسم اولین رهبر کره شمالی میشناسیمش. اونم کسی نیست جز کیم ایل سونگ. اگر دوست داشتید من یک ویدیو درست کردم در مورد رهبر عزیز که برمیگرده به دومین رهبر کره شمالی. اون ویدیو رو میتونید ببینید، ویدیویی که شاید بهش علاقه داشته باشید. خب داستان به این شکل پیش میره که از شمال دست شورویه، اون کسی که رهبر کردن اولین رهبر کره شمالی کیم ایل سونگ. کیم ایل سونگ هم یک فردیه که خودش چریکه و پدر کیم ایل سونگ شخصی بوده که توسط ژاپنیا شکنجه میشه و میمیره، چون که داشته برای کره میجنگیده و بر علیه ژاپنیا بوده. به خاطر همین کیم ایل سونگ براش بالاخره یک احترامی قائل بودن در ابتدای تشکیل میشه گفت کره شمالی. در جنوب هم ما شاهد این بودیم که فردی به قدرت میرسه که خودش توسط ژاپنیا شکنجه شده بوده. یعنی چه رهبر کره شمالی چه رهبر کره جنوبی هر دو در یک چیز مشترک بودن و اون هم نفرت نسبت به ژاپنیا. در همین زمان ما میبینیم که استالین بالاخره کوتاه نمیاد و میگه باید یک مرزی اینجا برقرار بشه در مدار 38 درجه و دیگه اجازه انتخابات هم که نمیده در بالای مدار 38 درجه. عملاً کره به دو قسمت تقسیم میشه. آمریکایی‌ها عقب نشینی میکنن، یه تعداد تقریبا 400-500 نفری از نیروهاشون رو میذارن برای کنترل مرز. از طرف دیگه شوروی هم نیروهاشو به عقب میبره و اینا تقریبا میشه گفت 2-3 سال بدون مشکل زندگیشون رو میکردن. اون قسمت کره شمالی، این قسمت کره جنوبی و هیچ وقت هم یک پارچه نشدن. حالا کیم ایل سونگ رهبر کره شمالی تصمیم میگیره که به جنوب حمله کنه و شبه جزیره کره که حالا به دو بخش تقسیم شده بود یک پارچه کنه. وقتی که این تصمیم رو میگیره میره سراغ استالین و ازش اجازه میگیره، میگه به من اجازه میدی که به کره جنوبی حمله کنم؟ استالین بهش میگه که خیر، بهت اجازه نمیدم. دوبار خواهش میکنه، میگه که نه، بهت اجازه نمیدم. وقتی بار سوم خواهش میکنه میگه باشه، من به تجهیزات نظامی میدم که به کره جنوبی حمله کنی، اما اگر پوزتو به خاک مالیدن هیچ وقت رو من حساب نکن.
ابتدا آمریکایی‌ها فکر می‌کردن که کره شمالی به دستور شوروی به کره جنوبی حمله کرده، اما بعدها اسناد نشون داد که کاملا برعکس بود و خود کره شمالی، یعنی رهبر کره شمالی کیم ایل سونگ، هدفش این بوده که به کره جنوبی حمله کنه و یکپارچه کنه این کشور رو، اما کشوری که کمونیستی باشه. این خیلی نکته مهمیه. در همین زمان سازمان سیا میاد اعلام میکنه، میگه که خیلی خبر خاصی در کره نیست و فرماندهان نظامی آمریکا هم میگن که در حال حاضر آرامش کامل در کره حکم فرمان. اون موقع خیلی حتی نمیدونستن که اصلا کشوری به اسم کره وجود داره. وقتی میگفتی کره انگار مثلا یک کشور آفریقایی در مرکز آفریقا رو داشتی اسم میبردی، خیلی اصلا نمیدونستن کره یعنی چی. ولی خب اون موقع میگه که امنیت کامل برقراره، هیچ جای نگرانی نیست. اما 5 روز بعد از این صحبت ها کره شمالی به کره جنوبی حمله میکنه. اینجا یک راه آهن بین کره شمالی و کره جنوبی بود که از سمت کره شمالی تخریب شده بود. این راه آهن رو به صورت پنهانی ترمیمش میکنن و زمانی که فرماندهان نظامی آمریکا خاطراتشون رو از کره میگن که ما خوابیده بودیم، یهو دیدیم صدای شلیک گلوله داره میاد، صدای توپ و تانک داره میاد و زمانی که میرن از مرز بازدید کنن میبینن سربازان کره شمالی با قطار به کره جنوبی اومدن و دارن به شدت پیشروی میکنن. خب آمریکایی‌ها از بمب اتم بر علیه ژاپن استفاده کرده بودن و تا اون زمان هیچ کشوری به جز آمریکا به تکنولوژی بمب اتم دست پیدا نکرده بود، هرچند که با یک اختلاف کم شوروی هم به بمب اتم دست پیدا میکنه. و در همون زمان بود که ما شاهد این هستیم آمریکایی‌ها تصمیم میگیرن وارد جنگ بشن. در اون لحظه ترومن رئیس جمهور آمریکا شده و روزولت مرده، سکته کرده و مرده و حالا ترومن به این نتیجه رسیده که اگر وارد جنگ نشه نتیجه این خواهد شد که کشورهای کمونیستی پشت سر هم دومینووار شروع میکنن به حمله نظامی و اشغال کشورهای مختلف تا در نهایت آمریکا تک و تنها میشه و در این نبرد بزرگ شکست میخوره. پس تصمیم گرفت آمریکا که وارد جنگ با کره بشه. ابتدا آمریکایی‌ها میخواستن به تنهایی وارد جنگ بشن و واقعا به تنهایی وارد جنگ شدن، اما بلافاصله حداقل از 14 کشور دنیا ارتشی جمع شد که معروف شد به ارتش سازمان ملل و کشورهایی که عضو سازمان ملل بودن با رهبری آمریکا حمله کردند به در از شبه جزیره کره. چرا که سربازان کره شمالی حمله کرده بودند به کره جنوبی. تقریبا میشه گفت کره جنوبی بیش از 80-90 درصدش به تصرف کره شمالی در اومده بود. حالا آمریکایی‌ها در مرحله اول پیش خودشون میگفتن که یعنی ابتدای جنگ اینجوری پیش رفت. تقریبا 460 نفر از آمریکایی‌ها که نیروهای ویژه‌ای بودن برای دفاع اولیه در کره حضور پیدا کردن. پیش خودشون میگفتن خب ما آمریکایی هستیم، بالاخره آلمان نازی رو به اون عظمت شکست دادیم، ژاپن رو به اون توان نظامی بالاش شکست دادیم و به محض اینکه سربازان کره شمالی ببینن که ما آمریکایی‌ها وارد میدان نبرد شدیم، اینا دیگه خودشون کوتاه میان، حساب کار میاد دستشون، دیگه پیشروی نمیکنن و از این خیالات خام داشتن. به خاطر بمب اتم آمریکا هم خیلی باد کرده بودن، اما به محض اینکه با سربازان کره شمالی روبرو میشن میبینن که سربازان کره‌ای اصلا اهمیتی نمیدن به اینکه اون آمریکایی هستن یا کره‌ای و با شدت بسیار زیادی حمله میکنن بهشون. و از همه بدتر این که این 460 نفر خیلی هاشون میمیرن. خیلی از سربازان آمریکایی فرار میکنن، نه عقب نشینی، فرار میکنن و حتی اتفاق خیلی تلخی که برای آمریکایی‌ها میفته این بوده که سربازان زخمی فرصت نمیکنن که به عقب برگردونن. چرا که در فرهنگ آمریکایی وقتی که در جنگ داری عقب نشینی میکنی خیلی مهمه که سربازی که زخمی شده رو با خودت به عقب برگردونی. اگر این کار رو انجام ندی میشه گفت یه جورایی آبرو و حیثیت خودت رو بردی، که بعدها این گروه 460 نفره مورد تمسخر سایر سربازان آمریکایی قرار گرفتن. خب در این زمان ما شاهد این هستیم که آمریکایی‌ها با کشورهای دیگه که معروف شدن به نیروهای سازمان ملل دوباره حمله میکنن
و این دفعه فرماندهی نظامی این 14 کشور و آمریکا توسط فردی به اسم مک‌آرتور هدایت میشه. یعنی رهبر این کشورها که معروف شدن به نیروهای سازمان ملل توسط مک‌آرتور داره هدایت. حالا مک‌آرتور چه شخصیتی داره، کیه و چه کارهایی انجام داده که انقدر مشهوره؟ مک‌آرتور شخصیه که اول از همه پدرش رهبر نیروهای نظامی آمریکا بوده در جنگ آمریکا و اسپانیا، که باز من یک ویدیویی در مورد استقلال آمریکا رکورد کردم، اگر دوست داشتید ببینید که حالا آمریکا و اسپانیا چرا جنگشون میشه و چرا آمریکایی‌ها پیروز میشن. این پدر مک‌آرتور پس یک ژنرال نظامی بوده که خیلی هم شهرت داشته. از طرف دیگه مادر مک‌آرتور هم یک شخصیتی داشته که به پسرش خیلی خیلی اعتماد به نفس زیادی میداده و خود اون مادر ژنرال مک‌آرتور هم فرد با اعتماد به نفس بسیار بالایی بوده و همین باعث میشه که مک‌آرتور یه مقدار غرور کاذب هم بگیره. در جنگ جهانی دوم سال 1941 نیروهای آمریکایی داشتن می‌جنگیدن در فیلیپین تا پای جون. مک‌آرتور اونجا جنگید که آخرش روزولت رئیس جمهور آمریکا ترسید که مک‌آرتور کشته بشه و دستور عقب نشینی داد، چرا که ژاپنی‌ها خیلی خوب داشتن جلو می اومدن. در جنگ جهانی اول هم مک‌آرتور وارد میدان نبرد میشه و جزء محدود فرماندهان نظامی بوده که در جنگ جهانی اول پشت جبهه نبوده، یعنی نقشه جنگ رو میکشیده در خط مقدم اجراش میکرده. به خاطر همین چندین و چند بار در جنگ جهانی اول و همینطور جنگ جهانی دوم آسیب جدی دید. به همین خاطر برای آمریکایی‌ها ژنرال مک‌آرتور خیلی خیلی قابل احترام بود. حالا این فرد بعد از اینکه ژاپن تسلیم میشه قانون اساسی ژاپن رو براشون مینویسه. ژاپن قبل از جنگ جهانی، یعنی قبل از اینکه تسلیم بشه، در قانون اساسیش یک امپراتور داشت که امپراتورش به شکل مطلق حکم فرمایی میکرد، اما امروزه ما شاهد این هستیم که بیشتر جنبه نمادین داره امپراتور ژاپن و اینجوری نیست که بتونه دستورات بده و کلا همه چیز در اختیارش باشه. این کار رو ژنرال مک‌آرتور انجام داد. حقوق زنان و ژاپنی‌ها خیلی به رسمیت نمیشناختن، اما مجبورشون کرد که به رسمیت بشناسن در قانون اساسیشون. ژاپن کشوری بود که حقوق بشر و این چیزا براش خیلی اهمیتی اون زمان نداشت، اما چون حتی کاراشون هم که نگاه میکنید میبینید که اصلا بویی از حقوق بشر نبرده بودن در قبل از جنگ جهانی. اما بعد از جنگ جهانی ژنرال مک‌آرتور مجبورشون میکنه که به حقوق بشر و آزادی احترام بذارن و میشه گفت یک نمونه از قانون اساسی ایالات متحده آمریکا رو کپی میکنه در کشور ژاپن و اون زمان باعث میشه که با سرمایه‌گذاری آمریکا در ژاپن این کشور در طی سالهای مختلف اقتصادش رشد کنه و حتی به دومین اقتصاد بزرگ دنیا هم در بخشی از تاریخ تبدیل میشه. اما امروز ژاپن فکر میکنم پنجمین اقتصاد بزرگ جهان رو در اختیار داره. اینو گفتم که بدونید مک‌آرتور چطور فردی بوده و چرا انقدر مهم بوده برای آمریکایی‌ها. و یک جمله معروف هم داره که وقتی داشته فیلیپین رو ترک میکرده میگه که من دوباره باز میگردم، اما بعداً وقتی بهش میگن که بهتر نیست از جمله ما دوباره برمیگردیم استفاده کنیم، میگه که نه، بنویسید که من دوباره برمیگردم. این نشون میده که یک غروری داشته این فرمانده. از طرف دیگه مک‌آرتور یک ژنرال جسور نظامی بوده و ما میبینیم که وقتی رهبری نیروهای سازمان ملل رو بر عهده میگیره نقشه‌های جسورانه‌ای هم میکشیده. برای مثال لحظه‌ای که نیروهای کره شمالی تقریبا کل شبه جزیره کره رو به اشغال درآورده بودن، تصمیم میگیره که با هواپیمای نظامی نیروهای سازمان ملل رو به پشت نیروهای کره شمالی بفرسته و توسط چترباز اون نیروها پیاده بشن. از طرف دیگه کشتی‌های جنگی رو وارد رودخانه‌ای می‌کرده که در اثر جزر و مد ممکن بود که عمق این رودخونه باعث بشه که کشتی‌های جنگی گیر کنن در گل، اما باز هم با اینکه مخالفت‌های زیادی بهش میشه 45 دقیقه برای نقشش طرح و توجیه میاره و این نقشه جسورانه پیاده میشه
و نتیجه این میشه که ورق جنگ برمیگرده. یعنی نیروهای کره شمالی که تا الان پیروز بودن در میدان حالا دیگه دارن شکست میخورن. ژنرال مک‌آرتور میگه که حالا باید بریم به بالای مدار 38 درجه و کار رو تموم کنیم تا این شبه جزیره کره به شکل کامل یک پارچه بشه. فرماندهان نظامی که مشاوران ترومن بودن میگن که این کار مک‌آرتور میتونه باعث بشه که نیروهای چینی که اتفاقا اونا هم کمونیستن وارد میدان نبرد بشن و نیروهای آمریکایی رو به چالش بکشن. به خاطر همین به مک‌آرتور توصیه میکنن که از مدار 38 درجه به بالا نیروهای آمریکایی و سازمان ملل وارد نشن و صرفاً نیروهای کره‌ای بتونن به بالای مدار 38 درجه برسن. در اون زمان مائو رهبر چین کمونیسته، 1-2 ساله که پیروز شده در جنگ داخلی چین و بدتر از اون اینکه مائو داشته مقابل ملیگرایان چین مبارزه میکرده که ملیگرایان چین توسط آمریکایی‌ها حمایت میشدن و به خاطر همین میشه گفت آمریکا و چین در اون لحظه در تنش به سر میبردن. خب ژنرال مک‌آرتور میگه که من به این نتیجه رسیدم که کل شبه جزیره کره محلیه برای اینکه نیروهای نظامی حرکت کنن، اما حرفشو خیلی شفاف نمیزنه. یک آدمی بوده که خودسر عمل میکرده و اصلا کاری هم نداشته که ترومن یا فرماندهان نظامی دیگه دارن چی میگن. بالاخره یک غرور کاذبی داشته و متاسفانه این نیروها به بالای مدار 38 درجه هدایت میشن. وقتی که بالای مدار 38 درجه میرسن، چینی‌ها بارها و بارها اعلام میکنن که این کاری که دارید انجام میدید میتونه باعث تنش در منطقه بشه. اما یه خصوصیتی که چینی‌ها داشتن این بوده که هیچ وقت به صورت مستقیم اعلان جنگ نمی‌کردن. نمیگفتن که ما الان با شما وارد جنگ شدیم. ببینید چقدر با سیاست عمل می‌کردن. زمانی که در اصل نیروهای سازمان ملل به نزدیکی مرز چین میرسن، میبینن که با نیروهای چینی روبرو شدن. حالا چینیا یه کار خیلی جالب انجام داده بودن و اون هم این بود که 300,000 نفر رو در پوشش لباسهای مردم محلی با مثلا لباسهای نظامی به رنگ سفید که این نیروها در مرز دو کشور چون بارش برف خیلی زیاد بود، وقتی که از بالا نیروی هوایی آمریکا و نیروهای سازمان ملل نگاه میکردن متوجه نمیشدن که یک سری افراد دارن در این برف از سمت چین به سمت کره حرکت میکنن. لباسهای مردم محلی رو میپوشیدن، خیلی وقتا به دور از چشم عموم نیروهای سازمان ملل و به دور از میشه گفت هیاهو، بدون دستگاه‌های موتوریزه، بدون تانک، بدون نفربر، از مسیرهایی که جاده نبود و از وسط جنگل حرکت میکردن به سمت شبه جزیره کره. خیلی وقتا در شب این نیروها حرکت میکردن تا نیروهای سازمان ملل متوجه حضورشون نشن. اما زمانی که این ژنرال مک‌آرتور میخواسته دیگه کار کره شمالی رو تموم کنه و شبه جزیره کره یک پارچه بشه، میبینه که با یک ارتش بسیار بزرگ روبرو شد و بعد از اینکه 2 نفر از اون ارتش به اسارت در میان متوجه میشن که چینی هستن و چینی‌ها وارد میدان نبرد شدن بدون اینکه کوچکترین اطلاعی به آمریکایی‌ها بدن یا اینکه اعلان جنگ کنن. حالا چینی‌ها 300,000 نفرن در برابر 50,000 نیروی آمریکایی. ما بهشون میگه که حمله کنید به نیروهای سازمان ملل، حمله میکنن و بعدش دستور عقب نشینی بهشون میده. آمریکایی‌ها شوکه میشن. آمریکایی‌ها که دارم میگم منظورم نیروهای سازمان ملل و آمریکایی‌ها هست، چون نیمی از این نیروهایی که داشتن در کره میجنگیدن نیروهای سایر کشورها به جز آمریکا بودن. میگن که مائو دستور میده، میگه برگردید عقب. مائو رهبر کمونیست چین هست در اون زمان که اتفاقا خودش هم یک چریکه. مائو در موردش یک ویدیویی ساختم، اگر دوست داشتین اون ویدیو هم میتونید ببینید. خب این شخصیت وقتی دستور عقب نشینی میده، آمریکایی‌ها به این نتیجه میرسن که چینی‌ها
فقط اومدن یه خودی نشون بدن که به مرز ما کاری نداشته باشید. فکر میکنن که چینی‌ها عقب نشینی کردن و جرأت مقابله با آمریکایی‌ها رو ندارن. این جنرال مکارتور میاد و ارتش سازمان ملل رو به دو قسمت 25,000 نفره تقسیم میکنه، همزمان به شرق و غرب میفرستتشون برای مبارزه و میبینه که مائو دستور حمله داد. با اینکه چینی‌ها از نظر تکنولوژی بسیار بسیار عقب بودن نسبت به آمریکایی‌ها و نیروهای سازمان ملل، اما تعدادشون فوق‌العاده زیاد بود. وقتی که دستور حمله میاد، نیروهای سازمان ملل گیج میشن و تصمیم میگیرن به عقب نشینی. اما این عقب نشینی برای چینی‌ها هم خیلی گرون تموم شد، چرا که یک نفر از نیروهای سازمان ملل میمرد و از طرف دیگه 8 نفر از چینی‌ها به کام مرگ فرستاده میشد. به خاطر همین خیلی‌ها این عقب نشینی رو به عنوان یک پیروزی یاد کردن که ما خیلی تلفات بیشتری از اونها گرفتیم، اما بالاخره تعداد چینی‌ها خیلی زیاد بود. این نیروها عقب نشینی میکنن. وقتی که عقب نشینی میکنن، دوباره نیروهای کمکی به سراغ نیروهای سازمان ملل میاد و ابتدا که حالا چینی‌ها دوباره میرن سئول هم اشغال میکنن که حالا پایتخت کره جنوبی بوده سئول دیگه، و میبینیم که مجددا نیروهای سازمان ملل میان، دوباره سئول آزاد میشه و جنگ بعد از 1 سال به یک نقطه‌ای میرسه که عملا زور هیچ کدوم نمیرسیده. یعنی از طرف دیگه نیروهای چینی نزدیک به 3 میلیون نفر کشته داده بودن. البته آمارها متناقض هست، بعضیا میگن 1,600,000 نفر چینیا کشته دادن، بعضی از آمارهایی که دقیق تر هست میگه تا 3 میلیون کشته دادن. از طرف دیگه هم نیروهای سازمان ملل حداقل 400,000 نفرشون به کام مرگ فرستاده شدن و از طرفی 170,000 نفر اسیر گرفته بودن از چینیا نیروهای سازمان ملل. از اون طرف چینیا هم میشه گفت 15,000 نفر رو اسیر کرده بودن و خلاصه جنگی بود که بسیار خونبار بود. حداقل اگر ما در نظر بگیریم 3 میلیون کشته داده باشن چینی‌ها، 2 میلیون کره‌ای کشته شد در شمال، تقریبا 1 میلیون کره‌ای در جنوب کشته شد از طرف دیگه نیروهای سازمان ملل. و این جنگه با اینکه 3 سال بیشتر طول نکشید، از 1950 تا 1953، 1 سال اولش کشمکش بود، 2 سال بعدش دیگه نتونستن خیلی جایی رو تصرف کنن و در قسمت جنوب نیروهای سازمان ملل آمریکایی بودن، شمال هم که چینی‌ها بودن، جنگشون هم به هیچ جایی نرسید. و حالا فکر کنید اون زمان چین یک کشوریه که مردمش نون خوردن هم ندارن. مائو یک رهبر کمونیستی بسیار بیرحمه و بدتر از همه این که در پیونگیانگ پسر خودش رو از دست داده. پیونگیانگ پایتخت کره شمالیه که ما میبینیم نیروهای سازمان ملل اونجا رو بمبارون میکنن. پسر مائو رهبر کمونیست چین در اونجا حضور داشته و پسرش هم میمیره در این جنگ. خب این جنگی که اتفاق میفته نتیجهش اینه که وقتی میبینن زور هیچ کدوم نمیرسه، ترومن دیگه رئیس جمهور آمریکا نبوده، فرمانده نیروی متفقین در جنگ جهانی دوم ژنرال آیزنهاور که خیلی هم معروفه میشه رئیس جمهور آمریکا و بعد از اونم 6 ماه میگذره، جنگ دو کره متوقف میشه. یک سری اتفاقاتی میفته که 2 سال اینا نمیتونستن هیچ کدوم پیشروی خاصی داشته باشن، اما جنگ از اینجا دیگه تکون نمیخورد و دلیلش هم این بود که آمریکایی‌ها یک قسمتی از بالای مدار 38 درجه رو گرفته بودن و تعداد اسراشون خیلی زیاد بود، 170,000 نفر رو اسیر کرده بودن. از طرف دیگه چینی‌ها تعداد اسراشون خیلی کمتر بود و آمریکایی‌ها میگفتن که این اسیرها هر کدومشون که نمیخواستن برگردن به چین، میتونستن یک کشور دیگر رو انتخاب کنن، مثلا تایوان رو میتونستن انتخاب کنن. به خاطر همین بود که اینا مذاکراتشون خیلی به نتیجه نمیرسید تا بعد از 3 سال بالاخره چینی‌ها کوتاه اومدن، آمریکایی‌ها هم کوتاه اومدن و رفتن سراغ همون مدار 38 درجه. این دوتا کشور به حالت قبلش برگشت و شد کره شمالی و از طرف دیگه کره جنوبی. یادتون باشه وقتی که ژاپنیا کره رو به اشغال در آورده بودن، تقریبا 80% منابع طبیعی شبه جزیره کره در شمال وجود داره، در جنوب 20% وجود داره از منابع طبیعی. از طرف دیگه نیروگاه‌های برق‌آبی، کارخانه‌های صنعتی و تمامی
زیرساختای اصلی شبه جزیره کره در قسمت شمالش وجود داشت. زمانی که شوروی آمریکا تقسیم بندی رو انجام دادن، اون قسمت خوبش گیر شوروی اومد، اون قسمت بدش گیر آمریکا اومد. حتی کره شمالی یه مقدار هم از کره جنوبی بزرگتره، یعنی وسعتش هم بیشتره. اون زمان هم جالبه بدونید که کره شمالی 10 میلیون نفر جمعیت داشت، کره جنوبی 20 میلیون نفر جمعیت داشت، یعنی همه جوره به ضرر آمریکایی‌ها شد. اما وقتی که انتخابات برگزار شد و تا تقریبا 1960 آمریکایی‌ها حضور جدی در کره جنوبی داشتن، هم کره شمالی داشت تبدیل به دیکتاتوری میشد که تبدیل به دیکتاتوری شد، تا همین الان هم هست. هم کره جنوبی ابتدا داشت تبدیل به دیکتاتوری میشد، اما آمریکایی‌ها جلوی این کارو گرفتن و اجازه ندادن که کره جنوبی تبدیل بشه به یک حکومت دیکتاتوری. و همین لطفی که آمریکایی‌ها در حق مردم کره جنوبی کردن منجر به این شد که امروزه کره شمالی 20 میلیون جمعیت داره، کره جنوبی 35 میلیون، بیش از 35 میلیون جمعیت داره. اما میبینیم که همین کره جنوبی که یه ذره کشوره و منابع طبیعی هم نداره، تبدیل شده به 11مین اقتصاد بزرگ دنیا، تبدیل شده به کشوری که یکی از تاثیرگذارترین کشورهای جهانه. از طرفی داریم میبینیم جنگنده نسل 4.5 داره تولید میکنه، تانک‌های بسیار خوب، تجهیزات نظامی بروز، دیگه شرکت‌های مطرحش هم که همه ما میشناسیم. ولی کره شمالی چیه وضعیتش؟ اونم همه ما میدونیم که مردمش حتی حق ندارن که مدل موی سرشون رو خودشون انتخاب کنن. خلاصه این جنگ این شد که ژنرال مکارتور قبول نمی‌کرد شکست رو، دوست داشت که حتی پیشنهاد داد به ترومن، گفت بمب اتم استفاده کن بر علیه چین، به صورت گسترده حمله کن به چین. و به خاطر اینکه ترومن دوست نداشت که جنگ جهانی سوم دوباره شروع بشه، ژنرال مکارتور رو برکنار کرد که همین برکناری این پیرمرد 70 ساله منجر به خیلی اعتراضات گسترده در آمریکا شد. بالاخره یک فرمانده ارشد نظامی بود که خیلی فداکاری در جنگ اول، در جنگ جهانی اول، دوم، در جنگ بر علیه نیروهای کمونیست کره‌ای و همینطور ژاپن انجام داده بود. اما به خاطر خودسر بودن این ژنرال ایشونو برکنار کرد و در نهایت هم که بعد از ترومن که رئیس جمهور آمریکا بود، آیزنهاور 6 ماه بعد از اینکه به قدرت رسید جنگ کره رو متوقف کرد و از این جنگ به عنوان یک پیروزی هر دو طرف جنگ یاد میکنن. آمریکایی‌ها از این بابت میگن که ما در جنگ کره پیروز شدیم که نیروهای کمونیستی نتونستن به پایین مدار 38 درجه راه پیدا کنن و در نهایت کل شبه جزیره کره رو به اشغال خودشون در بیارن. و از طرف دیگه چینی‌ها میگن که ما پیروز جنگ شدیم، چرا که زمانی که آمریکایی‌ها میخواستن بیان و کل شبه جزیره کره رو به اشغال در بیارن، ما بهشون این اجازه رو ندادیم. تازه اون زمان چین 1950 چین یک کشوری که اصلا چیزی نداره، با اینکه هیچ چی نداشتن اونا، ولی اینقدر خوب مقابل چندین و چند کشور، عرض کردم نیروهای سازمان ملل بودن، نه فقط نیروهای آمریکا، حداقل از 14 کشور دنیا ارتش جمع شد و همه اینا منجر به این شد که چینی‌ها هم اعلام کنن که ما پیروز جنگیم. اما راستش رو بخواین، نه آمریکایی‌ها نه چینی‌ها هیچ کدوم پیروز این جنگ نبودن. ولی ما شاهد این هستیم دو نوع تفکر شکل گرفت. یک تفکری بود که در حقیقت مردم سالاری بود در کره جنوبی و دیکتاتوری در کره شمالی. یکی از بدبخت‌ترین کشورهای دنیا که کره شمالی در کنار یکی از بهترین کشورهای جهان که کره جنوبی قرار گرفتن و امروز ما میتونیم مقایسه کنیم. نکته خیلی مهمی هم که باز باید خدمتتون عرض کنم برمیگرده به داستان ژاپن و اینکه ژنرال مکارتور امپراتور ژاپن رو محاکمه نکرد و تنبیهش نکرد و امپراتور ژاپن در نهایت در میشه گفت سلامت کامل به سر برد و خلاصه اذیتش نکردن آمریکایی‌ها، که باز خود مکارتور هم مورد انتقاد قرار گرفت به خاطر اینکه تنبیهشون نکرد. در پایان این ویدیو هم دوست دارم بهتون بگم که اگر میبینید امروز ژاپن تبدیل شده به ژاپن، به خاطر قانون اساسیش هست و قانون اساسیش هم یک کپی از قانون اساسی ایالات متحده آمریکاست. و اتفاقا جالبه بدونید که
بخش قابل توجهی از قانون اساسی آمریکا بر اساس کوروشنامه و نگرش کوروش بزرگ که به ادیان مختلف آزادی مذاهب رو میداده، به مردم آزادی بیان رو میداده و مردم در امپراتوری پارس در رفاه و آرامش زندگی میکردن گرفته شده. یعنی خود توماس جفرسون که اتفاقا در مورد استقلال آمریکا هم من براتون ویدیو ساختم میتونید ببینید، این شخص کسی بود که قانون اساسی ایالات متحده رو بر اساس کوروشنامه نوشت و یکی از افرادی بود که قانون اساسی آمریکا رو به نگارش در آورد، در کنار افراد دیگه. البته امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. خیلی خوشحال میشم که در کامنت ها نظرتون با من در میون بذارید. اگر دوست داشتید لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب کنید. تا یک ویدیو دیگه با یک موضوع دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.